و گنبد و گل دسته هاتم. آقا قربون صحن و گنبد و گل دسته هاتم. گرد و غبار جارو کشاتم. کیا دلشون برا امام رضا تنگ شده؟ بگو امشب شب میلاده، وقت استجابت دعاست. اگه کربلا رام ندادن، اگه نتونستم نجف برم کاظمین و سامرا را زیارت بکنم، بگو میرم امام رضا سر ما رو سنگ حرمش میذارم، اونجا عقده دل باز میکنه. آقا قربون صحن و گنبد و گل دسته هاتم. گرد و غبار جارو کشاتم. آقا گندم بریز برام، به خدا کفترت میشه. آقا گندم بریز برام، به خدا کفترت میشه. دل هر کی یه یاری داره، دل ما با امام رضاست. دل ما با امام رضاست. اینقدر دلم برای امام رضا تنگ شده. شب میلاد امام زمان یگانه منجی عالم بشریت، پرچم امام رضا میخواد بیاد. پرچم امام رضا میخواد بیاد. مگه نمیدونید وقتی امام رضا اینجاست یعنی کربلا رفتن هم به زودی اسم در میاد. کربلای معلا. یا امام رضا، یا امام رضا، قربون صحن شب میلاد امام زمان، پرچم هشتمین اختر تابلات ولایت آقامون امام رضا. یا امام رضا، یا امام رضا. یا امام رضا. نیت کن شکست بدون آقا به نظر کرده. مگه باید حتما در روزه ها، مگر حتما با گریه کردن دعا مستجاب می شود؟ نه، خودشان گفتن در شب میلاد، در شب میلاد اهل بیت خیلی از حاجت ها آرزوها برآورده می شود. پرچم امام رضا اینجاست. بوی بابالرضا در مسجد ولیعصر جیوف حکم فرما شد. دلها شکسته شد. بعضی چشمها سرازیر از اشک شد. نمیدانی چه در تنگم آقای مهربونی ها، نمیدانی چه در تنگم. من در اینجا پژمردم، افسردم، پرندگان آواز غم سرده بودند. ما مردم جیرفت نشانی از شما میجوییم. یا صاحب از زمان امام رضای خوبی ها. اینقدر امام رضا خوب بود روزی که میخواستن تشییع جنازه بکنن، زنها گفتن ما مهرمون رو حلال میکنیم تا در تشییع جنازه هشتمین اختر تابلات امام رضا شرکت بکنیم. جانم آقا، جانم آقا، دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت. تعجیل در فرج آقای امام زمان.
تعجیل در فرج آقا